بله خواهش میکنم. میشه قشنگ میگی که به گالری آیناس خوش اومدی و هر 5 دقیقه بار حالا اومدن اینو به خیلی هنری. چی میگی؟ گالری کجا؟ مادام خدا کاغذ جنگزیت برد و بیار من تک تک اینا رو خط بزنم. اینا رو چرا اینجوری عکسمو با یه قلم و این با این تابلو خیلی خوشگل تره. خیلی خواهش میکنم. مادام صدا کن. سلام دوستان، به کانال یوتیوبی من بنی خوش اومدین. بچه‌ها امروز یه دوری مخفی اون نگم براتون رو دارم که قشنگ میخوام هرس بنی رو در بیارم. منو خیلی جدیدا داره اذیت میکنه سرم قضیه رونالدو که دیدی چقدر داشتم قشنگ هرس میخوره. هرس خوردنم قشنگ فهمیدین. حالا میریم که براتون قضیه رو تعریف کنم. لباسام هم که به خاطر شما مجبور شدم دیگه رو هم بپوشم. فقط لایک، سابسکرایب، کامنت، شیر کردن ما یادتون نره. به همه معرفی میکنیم بگیم یه کانال توپ با مزه داریم ما. بریم که تا بنی بیاد منتظر میمونیم. تابلوها یعنی اصلا حراج گذاشتم. تابلوهای هنری خودم. حالا اگه این اومد الو سلام عزیزم. بله خواهش میکنم در خدمتتون هستم. بله خواهش میکنم. آره عزیزم توی آگهی گذاشتم براتون 6 بعد از تا 9 بعد تا 9 شب روزای تعطیلم از ساعت 9 صبح تا 10 شب. خواهش میکنم قربون شما برم. خواهش میکنم. عروسی دعوتی؟ خوبه لباسام؟ آره عروسی دعوتی؟ نه با عروسی چی؟ گالری دارم میزنم. گالری تابلوها. چی؟ چرا شاید کلیا شدی؟ ها؟ کوفت به خوشگلی لاکچری مثل فیلم های چیز هستن نشون میده فیلم سینما مثلا یارو گالری میخواد بزنه چقدر خوشگل مثلا ببر کنم سلیقه نداری راستی ببین حواست باشه ها اومدن اینو بذار خیلی هنری. چی میگی؟ گالری کجا گرفتی؟ بابا این یه دقیقه بذار قشنگ برو کت شلوار تو بپوش. بابا عروسی میخوایم بریم این کت شلوار گالری رو گالری کجا گرفتی؟ گالری همینجا گرفتم دیگه. اینا رو نمی‌بینی چیدم اینجا. تمام لوکیشنم رو دادم. آدرس خونه رو دادم. گالری اینجا. آره جانم. آره عزیزم. بله قربونتون ساعت گذاشتم. روزای تعطیلمون از ساعت 9 صبح. بله نوشتم تو آگهی. بله. هفته صبح شیفتی. باشه عزیزم هفته صبح جمعه تشریف بیارین شما. بله خواهش میکنم. بله موجوده. بله موجود تشریف بیارین. خداحافظ. اینا رو برای چی گذاشتی؟ برای فروش گذاشتی؟ گالری اینجا. گوش بده. اینجا هم سویانی نه اینگاه میخوام بیام اینجا عروسی بگیرم. میخوام بیام یه دقیقه ببینم برم. فقط گوش بده من چی میگم. یه دقیقه واسه. اینا رو میخواد بفروشی؟ آره نمونن. اینا نمونن. پس برو کاغذ جنگزیت برد و بیار من تک تک اینا رو خط بزنم. اینا رو به من تک تک اینا رو نوشت تو جایزیه. ای بابا گم شو. بارا نمیذارم. یه دقیقه واسه چیز من بگم. یه دقیقه واسه گوش بده بابا ایدارم گوش بده. اینو خب روشن میکنی وای میسی اینجا. خب خیلی شیک و مجلس کنیم کلا رو هم میذاری. بعد اینجوری وای میسی هر کی که وارد میشه قشنگ میگی که به گالری آیناس خوش اومدی و هر 5 دقیقه بار حالا 5 دقیقه یه 10 دقیقه بار بگیم به گالری آیناس خوش اومدی. کارهای هنری خانم فری، خانم فرناز، مادام. بعد اینو هر از گاهی میذاری. خب گوش بده یه چیز دیگه هم هست. فورت کردم. یه دقیقه ساکت شو. فورت کردم. یه چیز دیگه. مگه میخوام بفروشم. یه دقیقه وایسا. مثلا هر کی که اومد پای هر کدوم تابلو وایساد نگاه کردن بازارگرمی کن.
سری بیا اینجا بگو که ایشون اصلا میخوایم بگم مادام بیاد توضیح بده بعد صدا کن بگو مادام یا بارا چرت و پرت نگو. بگو مادام من هم بیام در موردشون توضیح من بدم. میخوام بیام سر کار راحت تو خونه استراحت کنم، آدمیزاد بیاد و بره. بنی از ساعت 6 تا 9 شب، حالا جمعه که هم از اینطوریه؟ 9 صبح تا 10 11 شبه. یا خدا حالا فردایی که استثنا هفته صبح میخواد بیاد. من بخوام همینجا میکپم دراز میکشم، هر کی اومد گفتن این کیه بگو از سر دستمه با گل ساختمش. تموم شد. بابا بلند شو ببینم قرار اینو بذاری. بعد از یه پیپ هم اجاره کردم، پیپ رو اینجا قشنگ بذار خیلی با کلاس وایسا. تو اصلا همسر منی دیگه، همسر یه هنرمندی. برو بابا اینا رو بذاری الان توی چی بذاری؟ الان چی بذاری؟ عکس منو میخوای بذاری؟ اینا نمونه است. میان تو گالری اونا رو نمیخرن که. میان نمونه مثلا از این خوششون میاد، تاریخچه‌شون رو میپرسن بعد مثلا سفارش میدن میگن از این برای من لطفا بذارید. یا مثلا از این بکشید. بعد که مثلا میذاری سر جاش. سرت به جای خورده. یا بذار قشنگ چیز پیپرم قشنگ اونشون کچلوار رو بپوش پیپرم اینجوری بذار. و هر از گاهی اومد خیلی با پیپ با کلاس رو تو خجالت نمیگیش با این تریک رو ببینی جلو مردم؟ اصلا گالری میذاری جواب سره چی میخوای بگی؟ تازه گالری همجوری عکسمو با یه قلم و این با این تابلو خیلی خوشگل تره. اینجوری عکس گرفتم با همین لباسا. جمع کن بابا جمع کن، من قبول نمی‌کنم. یعنی چی؟ مشورت نکردی. دارم جمع کن همه رو بزن در دیوار. من مسئول ندارم. جمع کن ببینم. ببین تو چرا من هر مخالفت میکنی؟ جمعشون کن بابا، این کجا بود؟ بابا بذار سر چشم میخوام ببینم گالریه گالری نداری؟ بابا کلی پول تبلیغات دادم. خدا همینو تو سرم خورد میکنم. غلط کردی کلی زحمتشو کشیدم. برو ببینم. بنی چطور من میخواستم بفروشمش داده بیداد کلی بازی. الو سلام. بله عزیزم. بله خانم. بله خواهش میکنم. نه چه صحبت؟ تو کجا چی زدی؟ بگو نه. تو دیوار زدی؟ کجا زدی؟ تبلیغات کجا زدی؟ کجا زدم؟ پختم گرمه چه نمیمدی داشتم میمردم گرمه بیا دیگه. گالری منم گذاشتم. بنیم دلش بخواد حالا اینا همه رو بزن بالا یاد بگیر که ارزش قرارش باید با این لباس تا 2-3 ساعت دیگه بمونی همینطوری. گفتم من گرم پزن 2 ساعتی رو تنمه قیافش رو نگاه کن. ببین مثلا مادام صدا کن بگو مادام پاپا مامان مادام جانم سرم رو گم شد مادام ببین یعنی دیانه سرس مادام میرام میندازم مادام میرام میندازم گم شد آخه تو چی این کاره هنری توی خیابون میگم زن مادام مامی پاپا